حالا فقط به خاطر یه دونه شلوار داری گیر میدی؟ خب عزیزم من 100 دفعه بهت گفتم با این لباسی که میری بیرون میای خوب نیست. همین متکی لباس پوشی که سر کوچه‌مون وای میسته 4 تا نرخرم بغل دستش وای میسن، همه‌شون وای میسن دختر مردم دید میزنن. خب من مردم دیگه، غیرت دارم، خوشم نمیاد. خب من از کجا میدونستم این لباس خوب نیست اونو قرار دید بزنن؟ باشه دیگه نمیپوشم لباس رو. نمیدونستم دیگه چیه؟ داداشم من خسته و گشنه از سر کار اومده نشسته اینجا، شما هم که تازه تشریف آوردی با این تیپتون. خجالت نمیکشی با آبروی بازی می‌کنی؟ ببخشید به تو کی گفت تو بحث ما دخالت کنی؟ یعنی چی؟ من خواهرتم. خواهرم این تاج سرم، این احترامت هم واجبه، ولی دلیل نمیشه تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت کنی، به زن من توهین کنی. داداش من منظوری نداشتم. اگه جلوی تو با زنم راحت صحبت می‌کنم واسه اینکه تو رو خودم میدونم، ولی دلیل نمیشه به زن من توهین کنی. بابا حالا مگه چی گفت آبجی؟ حرف بدی نزد که. نزن داداش، حق با داداشم بود. تو خدا ببخشید من نباید دخالت می‌کردم. Lies in disguise.